تو هم اگه دوست داری یاد بگیری با برنامه اینشات در کمتر از 1 دقیقه فقط با یک کلیک زیرنویس فارسی، انگلیسی، عربی یا هر زبان دیگه رو با یک کلیک طراحی کنی، این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام دوستان، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو آموزشی دیگه. امروز قراره با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری با برنامه اینشات واسه ویدیوهامون زیرنویس انگلیسی، فارسی، عربی، اسپانیایی یا هر زبان دیگه که بخوایم فقط با یک کلیک در کمتر از 1 دقیقه طراحی کنیم. پس این ویدیو رو تا آخر ببین. اگر ویدیو به دردت خورد ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار و کانال منو دنبال کن که هر هفته کلی ترفند و ویدیو آموزشی از هوش مصنوعی و برنامه‌های ادیت براتون میذارم. شما اول وارد اینشات میشید، گزینه متن رو انتخاب میکنید. اینجا براتون یه صفحه دیگه باز میشه که چند تا گزینه هستش. یکی از گزینه‌هایی که جدیداً به اینشات اضافه شده گزینه زیرنویسه. وقتی که کلیک کنید براتون یه صفحه میاد از زبان‌های مختلف: فارسی، انگلیسی، عربی، اسپانیایی و هر زبان دیگه‌ای که فکر کنم کلاً 20 یا 30 تا زبان داره در حال حاضر. به عنوان مثال ما زبان انگلیسی رو انتخاب میکنیم. اگر این ویدیو به دردت خورد ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار و کانال منو دنبال کن که هر هفته کلی ویدیو آموزشی و ترفند از هوش مصنوعی و برنامه‌های مختلف ادیت براتون میذارم.